با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صد سلام خدمت یک شما بیننده های عزیز. امید است که جور صحتمند سر حال بود. آغازگر یک روز خوب و خوش شده باشین. دوستان عزیز، امروز هم در ولایت جوزجان شهر شبرغان دمیجا انجر طلایی حاجی صاحب عیدالله جوزجانی هست که با همکاری نورالله جان فیضی که اینا را میگیریم، سرشان یک کمره مخفی میریم. امید است که اینا سر ما شک نکنن و نفهمن. انشالله دوستا، دیگه شما همین اکنون اگر بیننده برنامه باشین سابسکرایب بکنین، صفحه فیسبوک ما را به ایسار تیوی دنبال بکنین، همچنان یوتیوب چینل نورالله فیضی را همچنان دوستان عزیز سابسکرایب بکنین، هم زنگوله هم بزنین که یادتان نره. دوستان عزیز، با همکاری نورالله جان فیضی ما حاجی صاحب یک غافلگیر میکنیم و کمره مخفی سرشان میریم. حاجی صاحب گفته بودم شما را قریب نورالله جان فیضی چطور است؟ زنگ زدیم برشون؟ بله حاجی صاحب وحید جوزجانی را زنگ زدیم، همینجا قالین کار داشتن، همینجا بودن. حاضر آمده است، مشکل نیست. کمره تو آماده راشتن مقصد؟ آماده است. بخیر زنگ زدم میایم. کم ذره هوشیارتر باشیم که سر ما نفهمن، اینا گیر ما نکنن. نه گیر نمیکنه. کمی دور هستم، بر فعلا آماده است. همینجا دمی قالین فروشی کار داشته، همینجا میایم. بخیر. بله دوستان عزیز، تشکر از شما که بر ما همکاری کردین. بخیر باشید. تشکر از همکار عزیز ما که بر ما همکاری کردن و ما کمره مخفی خود سر از اینا با موفقیت پیش ببریم. بیننده باشین دوستان. سلام علیکم. حاج صاحب جور هستین؟ بخیر هستین؟ تا شما خوب است؟ آرام آره؟ بخیر هستین؟ حاج صاحب یک کار داشتیم شما را. بخیر هستین؟ تا شما خوب است؟ بخیر آمدین؟ مرا شناختین صاحب؟ حالا چیزا خدام میخواد. در ایران که بودین شما؟ ما نه رنگ نکنم. در ایران بودیم، یک بخاطر یک 4 دانه هم دیالا بودیم نمیجا نامگیری از بخاطر یک آهنگ 3000 افغانی کارت انداخته بودم به شما بخاطر ثبت یک آهنگ. بخاطر همین گفتم شما بین تقریبا چقدر وقت شد آهنگ هم روان نکردین؟ خیلی انداخته بود. شما که در ایران بودین، در تهران با کارت کرده بودیم نمیجا. اما توران متأکی بود. ما داو خیلی کرده باشه. نه توران متأکی بود. نمیجا پولیس آنو هم بود. توران متأکی گپ نزدن پولیس. ما مقصد چی نکردیم، بازم براتون بگویم 30,000 کرده بودیم، 30,000 دانه براتون خواهم نگردیم. نه مشکل نداره. نه خواهم میگم سامی توران هم میگویم. مقصد ما 10 تا هم تو به دواتم داره، خوشدار ما بودم تصاب خیلی کردیم. نه خانه تان آباد همین چی کردین؟ باز بخاطر همین دل ما دایی درد میکنم. دیالا دموجه است بسیارشان برما گفت بالا گفت بگو نام تا بگاله. حالا بگم من جوری کنم. نه او خو صحیح سوال خو میگم. حالا گفتن خو فایده نداره دیگه. هاش چی کنم پیسه بتون بره؟ 3000 افغانی خود اونجا گرفته بودین. حالا چی رقم میشه؟ والا ما خودم نرسیدم. بازم اگه میگی پیسه برات میتون مشکل نیست. نه پیسه را خو پیسه مطرح نیست. هاش دلم دایی درد میکنه. پیسه ما نرسیدم. این بچه‌ها ما کارت نداشتیم. نه یک گپ بگویم براتون. ما اونجا در ایران رفتم. در کیلویی کردین؟ در کارت کیلویی کردین؟ در کارت نکارت هم توران که گفتم یک کارت پیدا کنین بیای پیش من. نه من توران نمیشناسم. هاش که شما گپ زده بودم. نه سو رقمی نیست. کی گپ زده بود؟ کی گپ زده بود؟ شما گپ زده بودم. ما گپ نظری لالا ما گپ دیا. ما یک نفر بعد از 27 سال بعد دیدم نامش هم گرفتم براش جایش هم گفتم. نه گپ صحیح. جایش 27 سال صحیح سال سن شما قدر 27 سال باشه قدر چی؟ من 36 سال است لالا. صحیح دیگه گپ صحیح. آی صاحب ولی چی رقم میشه؟ آهنگ که شما ثبت میکنین گفته بودین سعی کنین دفعه 4 دانه هم دیوال مرا بخیر دست صفر انداخته. خجالت شد. زنگ نزدید یو برادری گپ. آی صاحب من همین دقیقه بعد دعوت صاحب شما زنگ زده بود. کارت من کار داره. آی صاحب بعد شما گپ زدین، شما گفتین آی صاحب خوب هستین بخیر هستین؟ توران بیارین. نه اینجا بیاین آی صاحب اینجا بیاین. توران صحیح. برو عایشه تمام زیر سوال نبره، اصلا نبره. آی صاحب اینجا بیاین شما. آی صاحب چیکار کنم؟ نزدم زنگ برادر. شما چی میگید برادر؟ اگر نباشه ما اخداد نفراست. نه بگوین بازم بگوین براتون جور میکنم. چی بکنم؟ همین 4 دانه هم دیولا بودیم دموجه که برای شما گفتم. بگوین نامش بگوین همیشه براتون جور میکنم. بگوین. راست میگه بگو نامش بگو. گپ گدا و رقمی. اگر یک 3000 کار کنه تو 3000 بدم براتون.
نه مشکل نیست، پیسه خود کار نیست. بگو نامش رو بگو چی هست؟ نام خود اینجا گرفتن نمیشه، شما در پیش شماره آمده. بگیرین شما پرتون نمیشه که نه شما نام تا بگو گفته در اینجا آمده، نه به خاطر ما. لمبر تا میگرفت نه نمبر تا میگیره برادر، شماره تا بگو چی میگی؟ آدمگری نمیمونه تو نه عاشق قارتان آمد. نه قار من آمد همین جای چی از لمبر تا من شما را چقدر دوست دارم، صدایتان دوست دارم. من دوست نداشته باشیم لمبر. من شما چی حالا؟ بگین 786 99 دیگه بعد صاف میگم واسه بسیار 40 تا برای صاف میکنم. نه 40 تا کار نیست، باشه هم یک تا را صاف میکنین بر ما صحیح است. کافی است. تو بگو برام تو بگو من خوش دارم صاف کو برادر فاکتور یگان چیز داری که روان کنی؟ من باشه من نفر خورد نیستم، باشه من نفر هستم که مردم مرا میشناسن. مرا نمیشناسه ولش. نه شما را هم میشناسم، در جای مساج شد. بکشین تماسی آنی کاری هم دیگه. نه اونم صحیح است، آمده رسه نه زنگ آمده رسه تلفنم کلام. نوشته از چی زنگ میزنین؟ در واتساپ آهنگ روان از همین واتساپ هست. این سب واتساپ. باشه باز زنگ بزنم باز شما بگین که حالا باز نمیشناسم چی رقم میشه؟ دیگه واتساپ کرده. پارت لولم شماره تا پارت باز در واتساپ صاف کو دیگر. من میگه تو چی میگیری سر لمبر اومدی تو لمبر نمیگیریم بعد زنگ میزنی. این رقم میگفت نام شبو نام شبو تش سر شما نام بده چی میشه کنم واسه نام خدا نام تجوید چی نوشته کنیم میگی سلام علیکم سلام علیکم واسه الله خیر است بخیر بچه کو واتساپ دو واتساپ ها همین شما پیام رایی کردی پیام روان نکردی من صحیح قسم خوش شما رفتن بگین خواسته و کم ذره کار داشته شما خوشه یعنی واتساپ شماره است صحیح دیگه امشب 100% روان میشه نامای تو نوشته کرده رایی کنیم نام خدا امیده قبول کنیم خوب نیست بگو نه در اینجا نام ثبت کردیم در اینجا نام های بچه ها را میگم عزت الله ایثار بده نام دیگه کیه ساکا دیگه همین نفرها هست همینجا هم دیالا زیاد است عاشق بازو مثل ایران وری نباشه امشب روان میکنیم تا گفته بودیم باز کارت مکارت هم روان کردیم باز با انجام نام اما فیش شکل دیگر دمه کدام موجودیش باز گپ میزنیم عاشق کجا میریم؟ داشت لیلی نه اینجا بین عاشق شما را زیاد آزار دادیم به خاطر از اینکه یک کمره مخفی سرتان گرفته بودیم که خواستیم یک غافلگیریتان بکنیم علاقمندایتان زیاد است به خاطر از اینکه نمیتونی حاجی صاحب گرفته بشه ما یکم در اینجا چکده بودیم دیگه کمرم آن محترم میبینید اون نیمت از بخیر دوست عزیز شما که میبینین حاجی صاحب محترم وحیدالله جوزجانی واقعا یک انجل طلایی آهنگای خیلی زیبا میخوانه خیلی پرطرفدار است خصوصا امی جوزجان خو گوشه باندم جهان هم اینا طرفدار زیادی داره خواستیم که امروز یک غافلگیریشان بکنیم یک کمره مخفی سرشان بریم دیگه خوشبختانه ما موفق شدیم حاجی دیگه کدام گفتنی اگر داشته باشید بای بای کدام اگر زنده باشید سلامت باشید یعنی ما رو شما غیر چی حوصله ما رو ازمایش میکنین گپ نیست دیگه زنده بازم ببخشید ناصر خیلی وقت نگرفتیم تشکر بالا چی بود خیلی خیلی شده باشقه چی من تشکر زنده سلامت یوتیوب چینل نورالله فیضی را همچنان دوست عزیز سابسکرایب بکنین هم زنگوله هم بزنین که یادتان بره خداوند یار و مددکارتان باشه